Hammaga salom alaykum. Do'stoni azizim, یک sekund نگذرون خوشو گوش کن. من میگم با اما اپام با فبرلی که پروستا گوش کن خلاصه تا برو یکون کاری مجبوری یکون جوی مجبوریش نیستی. خب آدمایی که میلیونرش گوش نکنیم بگذارن آدمایی که 19 سال با کار میکنن وقت خنه کی در یکون جونا میفراد کار کردن نمیخونه در میشینی فقط با طرز آنلاینی کار تا پیش میبری. بسیاری میگه کار دروغ بونه دخترک من نویس از اسمس شمون میگه که اپا ما کار کردم نکی کم ترقیم بد برای که تو خواهرجان دیرکتر خوب نداشتی. دیرکتوری هستن که میگه ها در تایخش رجیستراسیون میکنه میگن اوپس چیکار میکنم بکنم نه که آدمایی که ما شما توصیه دادگیم با گارانتیش میگم که شما را اول خداوند بعدن ناصحابنیکای مصاحبه همه چطور میکنن با شرطی که شوسترک باشین خواهش با کار داشته باشین. وقتی که همین کار تا دوستان داره صاحب یگون چی نمیشه اینا دور نمیریم. اپا ایدیگل подписчики ماهای تولی چند سال شدم بگیم خطا نمیکنم اپای مدینه جان наставники مای که بگیم کلونی مای که مرا در شرکت یک فابریک ابونه که رجیستراسیون کرد به نهایت انسانی خوبه شاگرداش با ایده خوبه همین جان شباره شاگرداش میتم ما بسیار چیزا من نمیخوام نشون دادن صاحب اولی که خوبم خطا خلاصه کنم برای اینکه از سال 2017 ما در اینستاگرام بودم زندگی من دیگرگون نشد. ای روزی که در فابریک کار آمدم صاحب الحمدلله صاحب همه چیز داشتم. ریسک هنده اول که پروردگاره بعداً خداوند میگه که ایت حرکت ایما برکت. وقتی که تو کار نکردی نجمی یگان جو ریسک نمیویا. ای آدم بیکار خدا هم بیزور. در دور زمانه هم مرد باید کار کنه هم زن. تو که دستش تو نگاه میکنی کوشم یگان چک بره خودت کار کن خودت معقول دلت بخیر. یکی راست نمیگم. همه قپریزا هم قرارزگریشای دارن که همه ایره فاش نمیکنن خودتون کار بدروین گفتم که مجبوری نیست بفور رجیستراسیون نفرد بگو که نه اپا ما معقول نشنه که ما باوری دارم وقتی که آدم رجیستراسیون شید دیگه نمیخوای شرکت برآمدن فابریک از در جهان نمره یکی دیگر شرکت ها نه برآمدستن. اپا دیگل جون زنی 53 ساله های برابر بچه مادری منه که کار میکنه چند هزار شاگرد داره با اویلیک سالانش در یک سال 18-19 بار اویلیک میگیره 21 روز پس اویلیک میگیره در کجای خیلی اویلیک میگیرین ای 14 سال تا 100 سال میتونین که کار کنین فرق نداره شما در تاجیکستان در روسیه خودتون دیگه اینکه من روسیه برم با کارت سبربانک میگیرم تاجیکستان بیام با کارت تاجیکی برای همقه این شانس بریلیانتی را دوستانی از ای دست ندین ولی کار کنم میگه اپا جون هزار رحمت افسوس که ما در کار درآمدیم بیگه پا بسیار نمیکنم هم بدر رجیستراسیون بشه نفورد تو فایده شانده اول فتیسم رسقی هنده الله های بعدا آدمی خوب سبب گرش میشوه بگه اپا رو تستیو کردیم این از من نمره تلفونی اپای ایدیگل میمونم نام اینستاگرامش بگین ما از نام اپای صوفیم اپای ایدیگل подписчикای مای یعنی که ای همین توصیه های ما دید در کامند اپای مدینه جان رجیستراسیون شد این خیش شاگرد تیار کرد دیرکتر شد صاحب همه چی شد پرسین بگین چخل بده نفورتون بروین بدون رجیستراسیون بشین اینو حتما گپ زنید که ما اینو اپای صوفی شما را به پول رجیستراسیون میکنن تا زینه های بالا یکی تا دیرکتر شی بردن میرسونن صاحب همه چی تو میکنن. زنده باشه دوستی عزیز همه کشتا خوش آمده سفر جان توی مبارک باشه این همه برای خاطر اختر خودت که بچه خوبی همه دگیر تر توی مبارک باشه سردای رقصی بایری شما خوش آمده